بچه‌ها حاج آقا خیلی عصبانی بود، دیگه نشد ارتباط بگیرم. برمیگردم سمت خونه. بچه‌ها هنوز نرسیدم خونه، اینجا یکم میشینم استراحت کنم. بچه‌ها الان نشستم دارم فیلمایی که گرفتم و میبینم. کرکر خنده است به خدا. این خانومه چرا اونجوری رشک کرد؟ بازیگر سریال آبان از این بهتر بود. این چه وضع رشک کردن بود، وای خدا. پسرم تا منو دید فرار کرد. شما بگین آخه من گورلم، به من میگه گورله. بابا من پاگونده هستم. از همه باحالتر اون پیرمرده بود. میخواست با بیل بزنه تو سرم. خب بچه‌ها نزدیک خونم هستم. امروز روز باحال و پرماجرایی بود. تا ولاگ بعدی خداحافظ.